زندگی با فرد معتاد به الکل. سلام دوستان، امروز میخوام درباره یکی از سخت‌ترین تجربه‌های زندگی صحبت کنم. زندگی با کسی که اعتیاد به الکل داره. خیلی‌ها فکر میکنن اعتیاد فقط مشکل کسیه که الکل مصرف میکنه، اما واقعیت اینه که اعتیاد یک بیماری خانوادگیه، یعنی همه اطرافیان هم درگیر میشن. بخش اول، شناخت مسئله. اول از همه باید بدونیم اعتیاد به الکل یک بیماری مزمن مغز است، نه ضعف شخصیت یا تنبلی. کسی که گرفتار این مشکل میشه معمولا در برابرش انکار میکنه، یعنی میگه من مشکلی ندارم، همه دارن میخورن، منم مثل بقیه‌ام. نشونه‌های زندگی با فردی که الکل مصرف میکنه خیلی واضحه: پرخاشگری و تغییرات ناگهانی خلق و خو، بی‌نظمی مالی، خرج کردن بی‌برنامه برای خرید مشروب، دروغگویی و پنهانکاری، و چیزی که خانواده را نابود میکنه احساس ناامنی و بی‌اعتمادیه. اولین قدم اینه که قبول کنیم مشکل واقعیه و جدی. تا وقتی همه چیز رو توجیه کنیم هیچ تغییری اتفاق نمیفته. بخش دوم، تأثیر روی خانواده. وقتی با فردی زندگی میکنیم که اعتیاد به الکل داره، خودمون هم به شدت آسیب میبینیم. بسیاری از همسران یا والدین دچار اضطراب، افسردگی و تنهایی میشن. حتی یک پدیده معروف توی روانشناسی وجود داره به اسم همبستگی. یعنی چی؟ یعنی ما تمام انرژیمون رو میذاریم برای نجات اون فرد، برای مراقبت کردن، برای جمع جور کردن خرابکاری‌هاش و غیره، و خودمون رو فراموش میکنیم. کودکانی که توی این خانواده ها بزرگ میشن هم بیشتر در معرض مشکلات روانی قرار میگیرن، یا خیلی پرخاشگر میشن یا کاملا منزوی و پر از ترس. اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره: شما مسئول نجات اون فرد نیستید، شما مسئول سلامت خودتون هستید. بخش سوم، راهکارهای روانشناسی. حالا این سوال اینه: چطور میشه با چنین شرایطی زندگی کرد؟ 1. مرزبندی سالم، یعنی مشخص کنیم چه چیزهایی رو تحمل میکنیم و چه چیزهایی رو نه. مثلا من نمیذارم وقتی مست هستی وارد خونه بشی. این مرزبندی باید قاطع و روشن باشه. 2. ارتباط در زمان درست. هیچ وقت با فرد مست بحث نکنید، چون گوش نمیکنه. گفتگو باید در زمان هوشیاری انجام بشه. 3. تمرکز روی خودتون. شما باید سلامت روان و جسم خودتون رو جدی بگیرید. ورزش کنید، با مشاوره صحبت کنید، توی گروه‌های حمایتی شرکت کنید. 4. اجتناب از دلسوزی یا تحصیل کردن اعتیاد. خیلی وقتا از روی دلسوزی اشتباهی میکنیم، پول میدیم، بهانه میسازیم، رفتار رو میپوشونیم. این کار فقط اعتیاد رو ادامه میده. یادتون باشه محبت واقعی یعنی کمک به ترک، نه راحت کردن راه برای ادامه دادن اعتیاد. اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده، ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید و اگه امکانش هست این ویدیو رو لایک کنید تا باعث بشه ویدیوی ما برای دیگر عزیزان نمایش داده بشه. ممنون از نگاه زیباتون. بریم بخش بعدی. بخش 4، مسیر بهبود و امید. واقعیت اینه که هیچ کس بدون انگیزه درونی نمیتونه ترک کنه. وظیفه شما این نیست که طرف رو به زور ترک بدید. وظیفه شما اینه که مرز بذارید و سلامتی خودتون رو حفظ کنید. جلسات روان درمانی، کمپ‌های ترک و گروه‌های حمایتی مثل AA میتوانند کمک بزرگی باشند. ولی نقش شما اینه که بگید من کنارتون میمونم، اما کنار اعتیاد نه. توی روانشناسی یک جمله کلیدی است: فاصله گرفتن با محبت. من تو رو دوست دارم اما رفتارت رو نمیپذیرم. و در پایان، زندگی با فرد معتاد به الکل یکی از سخت‌ترین امتحان‌های زندگیه، اما شما همیشه قدرت انتخاب دارید. انتخاب برای مراقبت از خودتون، انتخاب برای مرزبندی، انتخاب برای حفظ آرامش درونی. هیچ کس مسئول اعتیاد فرد دیگه نیست، ولی هر کسی مسئول سلامت روان و جسم خودش هست. پس یادتون باشه، شاید شما نتونید اعتیاد اون فرد رو درمان کنید، ولی میتونید از خودتون محافظت کنید.